من میخواستم یک سخنی خیلی حکیمانه داماد پیامبرمان حضرت علی رضی الله عنه را به شما رسانم. بعدا خدا خواهد با نوبت قانون باشد. اما بسیار اگر دقتیم بسیار خسته هم شدیم امروز. کمتر محفل‌های همین برآمدهای کلان و دیگر زیاد بود، خیلی مانده شدیم. ولی به خاطر اینم باشد اکو ثواب این به آسانی به دست نمی‌آید. خب بیخوابی میکشی، خب مانده میشه. پیامبر میگه افضل الاعمال احمدها، افضل ترین ثواب در مشکل ترین عمل است. چقدر اگر جسد اذیت بکشد، چقدر آدم در عبادت خسته شود، میگه با در او بیشتر ثواب است. حضرت علی میگه در زیر این روایت که وقتی اینو شنید گفت خیلی تمام تابستان من روزدار میگردم. زیرا یگانه مشکلاتی که انسان احساس میکنه همین روزای تابستان است. ولی الحمدلله رب العالمین ما برای خدا قسم همین عبادت هامون بندگی مون و طاعت عبادت های رو چین میکنیم، آدم خجالت نمیمونه، بسیار خجالت نمیمونه که چه عبادت ها داریم. الحمدلله در یک روز اگر همین بگیم پیش رحمانو نگیرن تا 5 بار میخوریم. در بهترین جای نشستگیم، در بهترین بالشتو سر میمونیم. خدا را شکر اینا جای گناهی نیست، ولی همه اینا جواب دارن. همه اینا را باید سزاوار شویم که عبادت شب با جا بیاریم. حضرت علی برادرای عزیز بسیار آدمی با حکمت بودن، بسیار آدمی دانشمند بودن، دست پرور پیغمبر خدا بودن. پیش از آنی که من یک سخن حکیمانه گفتم برای شما گویم، از حیاتش یک قصه گویم. میگه باری در زمانهای خلافت حضرت عمر رضی الله عنه در پهلوی حضرت عمر بودن و ناگاه میگه یک مرد پیرانسالی اونجا میگه نزدیک آمد. حضرت عمر پرسیدش که او بنده خدا شبها را چه میگذرانی؟ گو هر گاهی که همین شب میگذرانم روز میشود، همین فتنه را دوست میدارم، فتنه را دوست میدارم، حق بد میبینم و به طهارت عبادت میکنم و چیزی که من دارم خدا ندارد. حضرت عمر میگه بسیار غضبناک شدن. خیلی این سخنها را شنیدگی آدم در او غضبناک میشه. حضرت علی میگه کنارش بود، گفت حضرت گفت خشم‌آلود نشه، گفت فتنه را دوست میدارم به خاطر اون است که انما اموالکم و اولادکم فتنه. و خدا میگه که مال و فرزند یا فتنه. مقصد این فتنه گفتن یعنی زن شقتی فرزنداش دوست میدارد. این فتنه را دوست داشتن رنگ این فتنه ای که امروز بعضی گروه ها در بین ما و شما میاندازند، این فتنه ها نیست. این فتنه ای که این دوست میدارد مال و اولاد و فرزندش را دوست میدارد و گو حق بد ببینم. آیت قرآن خون میگه و جاءت سکرت الموت بالحق، مرگ به حقیقت به شما نزدیک میشود. گو خیلی مرگ بد میدیده، بینید مرگ بد میبینم. میگه به طهارت عبادت میکنم، یعنی مقصدش اینه که به طهارت به پیغمبرش صلوات میفرستم. میگه آن چیزی را که من دارم خدا نداره،
و مقصد آن که زن و فرزند داره خدای زن و فرزند به نیازه برای خدا زن و فرزند چی در کنه. حضرت عمر میگه گو علی گفت خداوند برای تو خیر گفت که از هر یک حالت آدم میبروی. اینم یک حکمت اینه